سلام، وقت شما هم بخیر. حتما خوشحال میشم که به سوالاتتون درباره قراردادهای هوشمند در بلاکچین پاسخ بدم. بفرمایید. ممنونم ازت. میخواستم اول بدونم در مورد ماهیت این اسمارت کانترکت ها بدونم و اینکه چه ضمانتی برای اجرای این قراردادها هستش. خواهش میکنم. قراردادهای هوشمند سمارت کانترکتس در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستند که روی بلاکچین اجرا میشوند. ماهیت اصلی این قراردادها اتوماتیک کردن اجرای توافقات بین افراد یا نهادهاست. این قراردادها وقتی یک سری شرایط از پیش تعیین شده برقرار بشه به صورت خودکار اجرا میشن. ضمانت اجرای قراردادهای هوشمند هم به دلیل ماهیت غیر متمرکز بلاکچین و پروتکل‌های رمزنگاری اون هست. به عبارت دیگه، وقتی که کد قرارداد روی بلاکچین ثبت میشه، هیچ کس نمیتونه اون رو تغییر بده یا از اجرای اون جلوگیری کنه. به همین خاطر قراردادهای هوشمند بعد از بارگذاری روی بلاکچین قابل اعتماد و غیر قابل تغییر هستند و همه شرایط و قوانین رو دقیقاً همونطوری که برنامه‌ریزی شدن اجرا میکنن. ممنونم ازت. فکر کنم تقریبا جواب سوالمو گرفتم، ولی یه سوال دیگه برام پیش میاد و اینه که توی کدهای نوشته شده توی اسمارت کانترکت ها چه گزینه یا دکمه هایی میتونه فعال باشه که توی آینده سازنده یا سازندگان این اسمارت کانترکت بتونن دسترسی داشته باشن به مفاد قرارداد و بخوان تغییری توی مفاد قرارداد اجرا کنن. سوال خیلی خوبی پرسیدید. به طور کلی یکی از ویژگی‌های مهم قراردادهای هوشمند اینه که پس از ثبت روی بلاکچین کدشون غیر قابل تغییر میشه. اما در برخی موارد برنامه نویسان و توسط دهندگان از روش‌هایی استفاده میکنن که بتونن برخی بخش‌های قرارداد رو تحت شرایط خاصی تغییر بدن. چند تا از روش‌های رایج این کار رو براتون توضیح میدم. یکی از راه‌ها استفاده از مالکیت یا دسترسی‌های مدیریتی در قراردادهای هوشمنده. به عنوان مثال، یک آدرس خاص، معمولاً آدرس سازنده یا مالک قرارداد، ممکنه اختیارات ویژه‌ای برای انجام تغییرات داشته باشه. این تغییرات میتونه شامل تنظیم مقادیر خاص، اضافه کردن کاربران یا حتی به روزرسانی برخی از توابع باشه. روش دیگه استفاده از الگوی قابلیت به‌روزرسانی Upgradable Contracts هست. در این روش، کد قرارداد اصلی به صورت غیر مستقیم به یک پراکسی متصل میشه که میتونه به قرارداد جدیدی اشاره کنه. این ساختار به توسعه دهنده اجازه میده تا برخی بخش‌های قرارداد رو به روز رسانی کنه بدون اینکه کل قرارداد تغییر کنه. البته استفاده از این روش پیچیده تره و باید با دقت زیادی طراحی بشه تا از سوء استفاده و آسیب پذیری های امنیتی جلوگیری بشه. به طور کلی وقتی یک قرارداد هوشمند گزینه‌هایی برای تغییر داره، باید شفافیت کاملی درباره این قابلیت‌ها وجود داشته باشه و کاربران بدونن که چه دسترسی‌هایی برای سازنده‌ها در نظر گرفته شده. خیلی ممنونم ازت و با توجه به این صحبت‌هایی که توضیح دادی، توی این قراردادی که من پیدا کردم، یعنی بهم پیشنهاد شده، اینه که گزینه پروکسی نداره و تعداد گزینه‌هایی توی قسمت رید و رایت این برنامه و اسمارت کانترکت هستش. تمام اینها برای اجرای برنامه هستش و توضیحات مفصلی در مورد نحوه کارکرد این دکمه‌ها هستش. پس یه جورایی میتونیم بگیم که این اسمارت کانترکتی که به من پیشنهاد شده امنیت نسبی داره. بله، درست متوجه شدین. وقتی یک قرارداد هوشمند گزینه پروکسی نداره و دکمه‌ها یا فانکشن‌های موجود در بخش‌های رید و رایت صرفاً برای اجرای عملکردهای مشخص و از پیش تعریف شده هستند، میشه گفت این قرارداد ساختار نسبتاً امن و تغییر ناپذیری داره. به این دلیل که وقتی قرارداد هوشمندی بدون قابلیت پروکسی و بدون دسترسی‌های مدیریتی ساخته شده باشه، معمولاً سازنده ها پس از انتشار دیگه نمیتونن در عملکرد اون دخالتی داشته باشن یا شرایطش رو تغییر بدن.
این موضوع یکی از اصول مهم بلاکچین هست که به کاربران این اطمینان رو میده که قرارداد طبق کدی که بررسی کردن و در بلاکچین ذخیره شده به همون شکل عمل میکنه و به راحتی تغییرپذیر نیست. البته همیشه بهتره کد قرارداد رو با دقت بررسی کنید یا از یه توسعه دهنده خبره بخواین بررسی کنه تا مطمئن بشید هیچ تابع مخفی یا دسترسی وجود نداره که بتونه در آینده سوء استفاده بشه. خیلی ممنونم ازت.